در این ویدیو با هم آموزش کلمه مقاله رو میبینیم. اسم حرف میم رو دارم، یک میم رفت و برگشت انجام میدم، گردن میم رو به سمت پایین میخوام با یه خودکار 1 میلیمتر این کلمه رو براتون بنویسمش. همونطور که دارید میبینید قاف رو برمیگردم، یک دور میزنم کاملا تو خالی، از زیر دور رو به سمت جلو میام. همونطور که میبینید من با یه خودکار 1 میل ظرافت و ضخامت ها رو هم دارم انجام میدم. اینجا دور رو جمع میکنیم و الفمون رو به سمت بالا با تمایل به سمت راست اجرا میکنیم. دستمون رو برمیداریم، دسته الف لام رو از بالا به سمت پایین میه و در قسمت پایین هم حرف ه رو با یک دور کوتاه و فشرده بهش وصل میکنیم. 2 نقطه حرف ق رو دارم روی سر ق به شکلی که این نقطه ها میذارم و این هم قسمت شیبی هست که کلمه ای ما داره. مثل این نکته خیلی مهم این که ما برای خوشنویسی با خودکار نه نیاز به خودکار خاص و نه زیر دستی خاص داریم. مثل همیشه میتونید آموزش های ما رو از طریق سایت خودکارابی